خیلی حالم خوب نیست. حالا اونو از همیشه به خودم دارم نزدیک‌تر حسش میکنم. سلام بچه، امیدوارم تو خوب باشه. به قسمت پادکست جدید بله بفرمایید. الو سلام، وقتتون بخیر، خوب هستین؟ شماره مستاجر قبلی رو میخواستم ازتون بگیرم. آره دقیقا. نه واسه اینکه بیاد وسیله‌هاشو جمع کنه. عزیزم شما الان 2 هفته است هی داری امروز و فردا میکنی، من که نمیتونم این صبر کنم. من اینجا اجاره کردم که وسیله خودم بردارم بیارم. یه سری خرت و پرت دیگه، من چه میدونم توش چیه. من وسیله خودم هنوز نه جمع نکردم، هنوز اینجا نذاشتم. الو نمیدونم چرا دارم این کار رو انجام میدم. میدونم خیلی حالم خوب نیست. حالا اونو از همیشه به خودم دارم نزدیک‌تر حسش میکنم. امیدوارم هیچکی به سرنوشت من دوچار نشه. اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد این فلش لعنتی به دستم رسید. فقط یادم سر کارم بود، داشتم اسباب کشی میکردم. این فلش خیلی برام اسمش عجیب غریب بود، زدمش به سیستم که ای کاش نمیزدم.